سلام عزیزای من، امید که حالا میگی خوب باشم. بیاین با هم دیگه بریم یک شیرینی آسان و خوشمزه رو یاد بگیریم. این شیرینی در حین حال که ساده و خوشمزه است، خیلی هم سریع آماده میشه. یعنی موازم شیرینی است که میشه گفت 10 دقیقه آماده است. من از خمیر ازالا استفاده کردم و خمیر ازالای ما باز کردم و با یک قالب قلب گرفتم قالب زدمشان. با هر قالبه که دوست داشتین میتونین قالب بزنین، ولی من ایشینی در روز والنتاین درست میکردم و دوست داشتم که شکل قلب بگیرم. بعد از اینکه شیرینی رو قالب زدم، در سینی که کاغذ روغنی چرب کرده بودم روش قرار دادم کل شیرینی را. بعد از او لبای شیرینی را یکمک من با آب تر کردم، بخاطر که یک لایه دیگر میخوایم از خمیر روش بانم که میخوام شیرینیم یکمک خوب سعی پف کنم. بدون از اینکه روی همون قرار بدین خوبش میایه، ولی خب من دوست داشتم یکمک همه تو خوب فرم قلبش بهترتر بیه. وقتی که لبای یک لایه اول تر کردم، لایه دوم روش قرار میدم و همون لبایش یکم با دست خود فشار میدم، بخاطر که وقت پخت از هم دیگه جدا نشن. فرام از قبل روشن کردیم روی 180 درجه. وقتی که گرم شد، اما گرمایشش به 180 رسید، این شیرینی‌ها را که لایه اول روی لایه دوم قرار دادم، رویش یکمک بوره میریزم، بخاطر که هم تو یک رنگه که خوبش به خود میگیرم و بعد دفره که از قبل داغ کردیم قرار میدم. دفر باید تا اندازه قرار بدین که امون رویش یکم طلایی گک شود. وقتی که طلایی شد از فرد درش میاریم، ولی حتما باید فرتان روشن باشه، اگه نه او پفه که دوست دارین او شیرینی باز پف نمیکنم. و یکی از نکتایش همیست. و ها یادم رفت که بگویم که قبل از که داخل فرد بانم و وسطایش یکمک اطالت مثلثی برش زدم. بازدم بعد از اینکه پخت انجام شد، میبینید که با این قسمت هایی که ما برش زدیم چیکار میکنم. اطالت زیاد برش هم نمیزنیم، فقط خیلی مازه با همون نوک چاقو برش حالت یک شکل مثلث میدیم. کلش به هم میره یک حالت لوزی یک شکلش میدم و بعد یکمک بوره روش میندازم و بعد در فرد قرارش میدم. برای من شیرینی ها 10 دقیقه زمان بود. بعد از اینکه پخت از فرد خارجش کردم، اجازه دادم یکمک سرد شود. بعد با چاقو امون قسمت هایی که مثلث شکل داده بودمش قبل از پخت، اما قسمت ها رو یکمک با چاقو ماز فشار بدین و جدا میشه و آلت امو شیرینی آلت داخلش، چون که شیرینی ما از خمیر ازالاست خیلی پوک است، داخلش خالی میشه. و این قسمت هایش هم میتونیم با خامه پرش کنیم. ببینید به همین آسانی همون یک لایه که جدا شد خود شیرینی، چون حالت پف کردگی دارن دیگه داخلش خالی می باشه. و همیشه کل شکل انجام دادیم. اجازه میدیم که یکم دگام یخ کنه. بعد از او با خامه فرم گرفته شده داخلش پر میکنیم از خامه. بعد از اینکه خامه پر کردیم کل شیرینی های ما را، آره با مربا، مارمالاد یا هر چیزی که دوست داشتین، یا تا تنها با یک تکه فروت
یک تکه میوه منظورم است که میتونین مثل توت فرنگی دیزاینش کنین. من از مارمالاده که خودم در خانه درست کرده بودم شکل قلب دادم رویش و خیلی هم خوشگل شد. این شیرینی مخصوص روزهای خاصتان میتونه باشه، بر عزیزانتان، مناسبت های تولد، روز والنتاین یا یکی دور همیایتان. خیلی شیرینی فوق العاده آسان و در حین حال خوشمزه است و چون خامی خیلی کم میبره، اقدر زیاد شیرینی نیست که بگوییم چاق کننده است. بخاطر که از خمیر ازارلاکت استفاده میکنیم از بیرون و قدر چربی زیادم نداره. به همین رقم من دیزاینش کردم. شما به هر رقمی که دوست داشتین میتونین دیزاینش کنین. و شیرینی ما آماده است. حالا در ظرف سرو ما میتونیم بیچینیم و نوش جان کنیم. تشکر از نگاه زیبایتان. تشکر که ویدیو را تا آخر نگاه کردین. ممنونم. انشالله که وقت خوب و خوش داشته باشین و اگه چینل رو به من سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین خوشحالم میکنین. در هر جای دنیا که هستین خوب و آرام